همراهان عزیز سلام. امروز در خدمتتون هستم با این دسر فوق‌العاده خوشمزه یا همون شیرینی که به صورت گل هستش. پس با من تا آخر این ویدیو همراه بشین که ببینید چطوری تهیه میشه عزیزان. خب عزیزان 250 گرم کره داریم که من 125 گرمش لازم داشتم و نصف کرمون میشه 125 گرم. خب اینجا نصف لیوان چایخوری روغن داریم که به ظرفمون انتقال دادیم و 2 عدد تخم مرغ داریم که همطور میبینید اضافه کردم و 1 لیوان آبخوری هم پودر شکر داریم و بعد 1 پاکت بیکینگ پودر و 1 پاکت وانیل داریم که بهش اضافه میکنیم عزیزان و بعد هم میزنیم تا موادمون یک دست بشه. بعد از اینکه موادمون رو هم زدیم و یک دست شد، حالا 4.5 لیوان آبخوری آرد داریم که من آردم رو طی چند مرحله اضافه میکنم. حتما آردتون رو کم کم اضافه کنید عزیزان، به خاطر اینکه ما یه خمیر نرم و لطیف میخوایم. همینطور که میبینید خمیر شیرینیمون باید در همین حد نرم و لطیف باشه که من کلاً 4.5 لیوان آبخوری از همین لیوانی که بهتون نشون میدم آرد اضافه کردم و حالا به اندازه یک گردوی بزرگ خمیر ور میدارم و همطور که میبینید گردش میکنم و اینجا ما آرد سمولینا داریم که من عکسش هم واسهتون اینجا گذاشتم تا شما عزیزان قشنگ متوجه بشید. و حالا به آرد سمولینا همطور که آغشته کردم و بعد روشو ته میندازم عزیزان. چند مرحله این کار رو انجام میدم تا شما عزیزان کاملا متوجه بشید. خب عزیزان همطور که دیدید همه رو گرد کردم و به این شکل روش رو ته انداختم و فرتونم از قبل حتما روشن کنید که فرتون داغ باشه. رو درجه 180 بذارید به مدت نیم ساعت تا شینه هاتون یا همون دسرتون بپزه عزیزان. فرا با هم دیگه فرق میکنه، امکان داره واسه شما تا 20 دقیقه بپزه، پس حواستون باشه که شینه هاتون یا دسرتون نسوزه. خب حالا میذارمش داخل فر به مدت نیم ساعت و بعد بریم سراغ شربت دسرمون یا همون شیرینیمون. نیاز داریم به 2.5 لیوان آبخوری شکر و بعد 3 لیوان آبخوری هم بهش آب اضافه میکنیم و بعد به اندازه 1 قاشق غذاخوری هم لیمو اضافه میکنیم. لیمو رو به خاطر این اضافه میکنیم تا شربتمون شکرک نزنه عزیزان و بعد به مدت 15 دقیقه روی گاز بذارین تا شربتتون به جوش بیاد و بعد به قوام بیاد عزیزان و بعد زیرش رو خاموش کنید. همینطور که میبینید اینجا شربتمون کاملا به قوام اومده. حالا زیرش رو خاموش میکنم تا یکم شربتمون سرد بشه. از
بعد از نیم ساعت شیرینیمون دیگه آماده است. حالا انتقالش میدیم به ظرف دیگه و شربت رو بهش اضافه میکنیم. حتما باید شربتتون ولرم باشه، به خاطر اینکه اگر شربت یا شیرینی هر دو داغ باشن اضافه کنی شیرینیتون خمیر میشه. پس حتما یکیش باید ولرم باشه عزیزان. همطور که میبینید حالا شربت رو بهش اضافه میکنم و 1 ساعت بهش استراحت میدم تا شربت کاملا به خورد شیرینی ها بره و جذب بشه عزیزان، و بعد از 1 ساعت میتونید که سروش کنید. همراهان عزیز، خیلی ممنونم که واسه تماشا کردن کانال منو انتخاب کردین و اگر تا الان عضو کانالم نیستید خیلی ممنون میشم که کانالمو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید، لایک کنید، حتما کامنت بذارین. دوستان عزیز، لایک شما باعث میشه که مورد توجه یوتیوب قرار بگیره کانالم و به بیشتر مردم نشون بده. پس خیلی ممنون میشم که خواهرتون رو حمایت کنید. به حمایت شما عزیزان خیلی نیاز دارم. همینطور که گفتم حالا 1 ساعت استراحت میدیم تا شربت به خورد شیرینی هامون بره. سرجم کلا 27 عدد از این شیرینی شد، اما اگر شما میخواین که بیشتر بشه میتونید که خمیرتون رو به اندازه 1 گردوی کوچیک وردارین عزیزان. خب اینجا همطور که میبینید تزیینش میکنم با پودر پسته. اگر با پودر پسته خوشتون نمیاد میتونید که از پودر نارگیل هم استفاده کنین عزیزان. حتما پیشنهاد میکنم که این دسر گل رو حتما درست کنید واسه خودتون و عزیزانتون. حتما تو عیدا این دسر رو تهیه کنید که فوق العاده خوشمزه و در حین حال همینطور که میبینید زیبا هم هستش. اینجا واسهتون سروش میکنم تا شما هم بافت نرمش رو ببینید که چه بافتی داره عزیزان و مطمئن باشین که فوق العاده خوشمزه هست. خداحافظی میکنم باهاتون، شما رو به خدا میسپارم تا یک برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون.